80 میلیون ایرانیه. انسانی حرف نمیزنی. چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم، من دفاع میکنم. ببین میگم پول هیکلتو نخور. من دارم عادی از حقوقم دفاع میکنم. اومدم پرسشگر. اگر من کاملا دارم اجازه بدید. سلام به همراهان چنل سلبریتی ها. آقا چطورید؟ امیدوارم عالی باشید. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، اگه اولین بار ویدیوهای من رو تماشا میکنید چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. دمتون گرم. پرویز پرستویی بازیگر دوست داشتنی سینما که به آمریکا سفر کرده بود با خبرنگاری روبرو میشه و خبرنگار با این سوال که رابطه شما با حاج قاسم سلیمانی چیه اون رو تحریک میکنه و موجب درگیری فیزیکی میشه. من رایت این رو دارم بیام صحبت کنم اینجا. تو نداری. من گفتم آقای پرستویی من از شما پرسش دارم، میخوام بیام بپرسم چرا از من میترسید؟ چرا از من میترسید؟ بگید، جواب بدید. من میخوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟ به تو ربطی نداره. چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه. انسانی حرف نمیزنی. چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم با شما. من کاملا دارم اجازه بدید. این خبرنگار از پرویز پرستویی شکایت میکنه و پلیس هم وارد قضیه میشه. بچه‌ها پلیس داره اینوستیگیت میکنه. پلیس رفته با پرویز پرستویی. خب حالا بعد از اینکه این سوء تفاهم ها برطرف میشه، این خبرنگار دوباره با طرز صحبتش موجب عصبانیت پرویز پرستویی میشه. این چه رفتاریه؟ من دارم خیلی عادی دارم از حقوقم دفاع میکنم. ببین میگم پول هیکلتو نخور. من دارم عادی از حقوقم دفاع میکنم. اومدم پرسشگری بکنم. من فقط از اسلحه زبانم صحبت میکنم. من میخوام بدونم که رابطه شما با قاسم سلیمانی ها چی بوده؟ چرا از تروریست ها حمایت میکنید؟ هراسمنتی نکردم. شماها دارید شما هرس میکنید. همه دیدن. از اون خطی که بعد می‌گذشت گذشت. من از خط گذشتم. هر دو. این خبرنگار در اکانت توییترش نوشت و جلوی دوربین دم از صلح میزدند و به مناطق فقیر میرفتند و به اصطلاح کمک میکردند تا پشت دوربین با حامیان جنگ طلب و خشونت ورز مستند بسازند تا جیبشان را پرپولتر کنند، دستگاه سرکوب مردم داخل ایران را قوی تر. نمیدانستند سرزمین آزادی دستشان را بیش از پیش رو میکند. ایجاد شرمساری. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. رفقا اگه تازه واردید و اولین بار ویدیوهای من رو تماشا میکنید لطفا چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.